ضمن سفر کاری به شهر و ناحیه‌های منطقه کولوب، رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید با ساکنان جماعت دهات دهنه شهر کولوب صحبت صمیمی آراسته اظهار داشت که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای ما شرایط ارزنده کار و فعالیت را مهیا نموده است و ما جواباً به این همه غمخواری ها باید به وطن خدمت صافدلانه و صادقانه نماییم. فرزندان را در روحیه دوست داشتن وطن و حمایت مرز و بوم آن تربیت نماییم، زیرا خدمت حربی نشانه روشن احساس وطن دوستی، درک ضرورت و اهمیت حمایت منفعت‌های دولت و ملت و خلق تاجیکستان میباشد. نسل جوان در صف قواهای مسلح مملکت خدمت نموده درس شجاعت و مردانگی آموخته برای حفظ مرز و بوم وطن کمر همت میبندند. همزمان رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید با کارهای منفرشنمایی راه دهه خانه‌آباد دهات دهنه آغاز بخشیدند. باید گفت که در شهر کولوب دوام سالهای صاحب استقلالی پیشروی‌های نظررس در ساحه‌های مختلف به نظر می‌رسد. بنیاد بیناهای باحشمت با طرح معاصر سیمای شهر کولوب را کاملا دیگرگون نموده است. عملی شوی هدف‌های استراتژی، برنامه‌های دولتی و لایحه‌های سرمایه‌گذاری نیز ثمره استقلال و وحدت و یکدلی مردم سعادتمند تاجیکستان دانسته می‌شود. باید گفت که در سمت آبادانی و سازندگی‌ها در شهر کولوب قدم‌های استوار گذاشته می‌شود با مقصد استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. در شهر کولوب بنیاد 494 انشاءات به نقشه گرفته شده است. از این تعداد انشاءات بنیادشونده در ساحه‌های معارف، تندرستی، صنعت، ورزش، بناهای بلندنشانه معموری و دیگر انشاءات در ساحه‌های مختلف خواجگی خلق نقشه‌گذاری شده دوره به دوره بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده می‌شوند. روند بنیادکاری‌ها از جانب شرکت‌های گوناگون ساختمانی وطنی با جلب متخصصان ورزیده و ساکنان محلی با وسعت جریان دارد. این روند در تامین ساکنان با کار دائمی و کاهش یافتن سطح مهاجرت مهنتی مساعدت می‌نماید. قامت افروختن بناهای گوناگون بلندآشیانه در مرکز شهر کولوب بار دیگر حسن ظاهری این شهر باستانی را زینت خاصه بخشیده، همزمان طلبات ساکنان را جهت دسترسی به خانه‌های خوشتر و زمانوی قانع می‌گرداند. طبق معلومات‌ها از مجموع انشاءات بنیادشونده جشنی تاکنون قسمت زیادی انشاءات مورد استفاده بری قرار داده شده. در انشاءات باقی مانده کارهای ساختمانی با مرام جریان دارد. با وسعت یافتن بنیادکاری‌ها و مرحله به مرحله مورد بهره برداری قرار گرفتن انشاءات گوناگون تعیینات، شرایط مساعد فعالیت، امکانیت‌های معاصر تعلیم و تربیت و کسب آموزی نورسان و جوانان فراهم گشته ایستاده است. در سمت تازگی و آبادانی‌های کوچه و محله‌های مرکزی شهر کولوب از جانب نمایندگان نهادهای دخلدار منتظم تدبیرهای معین و مشخص راه‌اندازی و عملی کرده می‌شوند که در نتیجه امروز این گوشه وطن به یک شهر زیبا و دلارا و مکان پسندیده مهمانان داخلی و خارجی تبدیل یافته است. در این زمینه بهر خرمگردانی باغ و گلگشت‌ها، کوچه و محله‌ها، شفت راه‌های ماشینگرد و دیگر مؤسسه و تشکیلات‌ها همساله نهالان همیشه سبز و سایه‌افکن گل بوته‌های آرایشی شنانیده شده. این تدبیر شهر باستانی کولوب را در 4 فصل سال سبز و معطر می‌نماید. امروز ساکنان در فضای آرام و صلح پایدار وطن و تامین شرایط ارزنده فعالیت زندگی آسوده دارند. باید ابراز داشت که تدبیرهای بنیادکاری و سازندگی در شهر کولوب با وسعت جریان دارند. در برابر دستگیری‌های منتظم حکومت جمهوری تاجیکستان و تشبس‌های مقامات محلی، ساکنان صاحبکاران وطنی نیز بهر آبادی و آسایشتگی این گوشه دیار پیوسته سهمگذاری می‌نمایند. همزمان در شهر کولوب دایر بر رشد ساحه صنعت، معارف و تندرستی، فرهنگ، ساختمان، راه و نقلیات، کشاورزی، ورزش و دیگر ساحه‌های مهم دولتداری زمینه مساعد فراهم آورده شده تا رفت دستاوردهای زیاد پدید آمده ایستادند.